سلام علیکم سلام برادرانی عزیز گرامی برادرانی عزیز و غریب خیلی خوبتر ای پیش ای شروع کردن نوار گفتنیم که کسی که قدرتی تمرکز نداره کسی که خیلی بگیم خوبتر ای با زبان روسی که سلابا نروی هست همین نوار رو تماشا نکنه بچه ها پیش ای خبر کردن که بعد نسوزه گفته باز نگه که نگفت همه خیلی گفته استیم روز نصف روز شدگیه بچه ها نصف روز وقتی خوردن خوراکی نصف روزی ما هم برف می رفتیم اومدیم برف روی شروع با خوردن خوراک نصف روزی میکنیم برای همین برادرها کسی که قدرت تمرکز نداره یا که سلابا نروی هست این نواره سری وقتی تماشا نکنی و پیش تماشا کردن فراموش نکنی برای پایان دیگه همه خیلی هم را زیر کنی ایشم به خاطری مانی به خاطری همیشه که میبینی بسم الله الرحمن الرحیم بچه ها جرغوت های جرغوتی قشلاقی جرغوتی دهاتی این اول بخوریم بسم الله الرحمن الرحیم باور کنی اگر در کامera تو اینا باور کنی اگر در کامera بیای خب که اگر در کامera بیای اینا بعد خوردن این گوشه نگاه کنی گوشات میجیم با هم خوب با مزه میان ادامه میدیم برادرها گفتن که یک جرغوتی که جرغوتی ارمنی خوبتر باشه بچه ها این جرغوتی که جرغوتی ارمنی خوبتره انشاءالله همچه بقواتی هست که ای بقواتا دندون تا میشکنم باور که اینه با کرچه میبرم اینه با نگه که دروغ میگه اینه با پنجوخک میگیرمش اینه اینه در کاسه میمونم چسبیده است نمیخیزه اینه جرغوت زمستونه انشاءالله خیلی با مزه خوردنش سیر نمیکنیم برای این برادرها گفتم که سر اول گفتم که بچه ها کسی که سلابا نروی هست ویدیو رو تماشا نکنه خفه نشه بچه ها که خبر نکردم گفته گرفتین باور که میفوره داریم که بخی خنکه دندون یخ میکنه گوشات میجیم با اکه برادرو نمیغلطه نمیفورش که ما بخوریمش یا با میگیریم ای درمتر چقدرترش اینه برادر عزیز هیچ زمستان ای میدونه که در زمستان مسئله شرک همچین ای برای همو کسرولی مو مایده تر ای اساسا خیلی کسرولی کلون در جرغوت میزنن در مو مثال 5 لیتر 10 لیتر 20 لیتر خیلی شده جرغوت میزنن برای دو کشیدن زیادتر حاضر ما با وجود اینکه نوخوجگی این بچه ها یک گو و گوساله داریم
بچه ها خودتون گفته که یک جرغات تاجیکی را نشان ته. این جرغات تاجیکی انشالله خیر راه محکمه ترما آمدگی راه محکمه راه نرفتن که بیایه در برابر راه محکم بدنی راه ایره گفتنی هستم که فرق داره که حاضرای پگاه دین روزای پره روزای سال دیگر امسال یا ماه بعد مرحمت برادر بیا انشالله در حمیز سرخان میشینیم یک جای صحبت میکنیم جرغات تاجیکی را میخریم ای انشالله بوکی نیست مرحمت هر وقت که باشه با دلی که شد گفته ایستم که هر وقت که باشه مرحمت طرفای ما بچه ها جرغات تاجیکی زمستانه برای گفتیم که نوخوشگیم یک گوه گساله داریم برای همو کم کم جرغات میزنیم خودمانم شکر 5 نفریم روز ما گذشته سیتینج میگذاریم طرف جرغات این برادر عزیز گرامی برای کی باور بکنی نه ای موبایلش گرفتیم تاشنی گرفت همین جرغات تاجیکی ای گفته که بچه های ارمنیا میگن که جرغات ما جرغات خوب ای این جرغات خوب بهترین جرغات انشالله انا برادرها شروع میکنیم به خوردن انا در جایی که باز نان گرم مادری باشه کلچه گرم مادری خمیر فطیر مادری باشه در اونجا این جرغات این خیلی میگذره که اگر در رستوران باشه ششلیک او خیلی نمیگذره نان گرمی که تندر میکنیش نان گرمی که تندر میکنی بوی بهشت میکنه بچه ها خوردن نشان ندیم چی بچه های غریب خفه نشه خدمه میجم ایتن شما میخرم نمیکنه اینا بچه ها خوردن هیچ سیر نمیکنیم اگر کامera را گرون کرده مونیم کارت پامنتش کمی میکنه 32 گیگابایت های کمی میکنه برای هم برادرای عزیز مرحمت بیاین نوش جون کنی یا جای نوش جون میکنیم زنده باشه که نوارای ما رو تماشا میکنه به خاطر جرغات مادری یا الله که به پول فراموش نکنی زنده باشه برادر عزیز در امان الله ایتانی همه شما